هوش مصنوعی میتونه جای برنامه‌نویسا رو بگیره. چی؟ جدی؟ بریم امتحان کنیم. بعد فکرهای بسیار تخصصی من فهمیدم که بعد داخل حوزه کلمه چت جی پی تی رو سرچ کنم تا هوش مصنوعی بیاره و بعد یکی بزنیم پس کلاش. فکر کردی چی؟ من لیسانس سرچ دارم. می‌نویسیم که سلام، برام یه بازی بساز که مجید تو شیک بزنه. براش ارسال می‌کنیم. می‌نویسیم که سلام مجید. و بعد سوال‌های بسیار مهم یه جواب میدیم، تمام سوال‌ها رو با هم پاسخ میدیم. جوابی که می‌نویسیم خودت بساز. خیلی جواب بزرگیه. چند تا نگاه می‌نویسیم، بعد توضیحات مختصر میره در حال کد نویسیم. می‌نویسه بالاخره تموم شد. لحظه سرنوشت سازی سمت راست می‌زنه. آیا واقعا میتونه؟ و نتیجه شد این. و در جواب باید بگم فکر نکنم.